بهش گفتم چه غلطی داری میکنید، اصطلاحات خودمون چیزایی که خودمونی هستش. یه سری لوده بازی، دلقک بازی، مسحک بازی، شما میبینید که بیشترین ساعات رادیو تلویزیون در اختیارشون قرار میگیره. از اون طرف هم میان کنار زمین و متاسفانه الفاظی از دهنشون در میاد که اصلا جا شایسته این مکان مقدس نیست، جا باغ وحش نیست که هر چی دلش بخواد در واقع بیان کنه. متاسفانه یا خوشبختانه من زبان انگلیسیم اصلا خوب نیست و توی اون قضایایی که ایشون میگه فرق بین دوپینگ و یه به کمپلکس به 12 هم بلد نیستم چیه و نمیتونم بخونم، مگه اینکه فارسی بنویسن این آمپول مخصوص دوپینگ است روش بنویسن و هر 6 ساعت یک دونه تزریق شود، یا اینکه بنویسن این به کمپلکس به 12 است و برای درد دماغ و گوش و دهن و بینی به درد میخورد و هر 8 ساعت یک مرتبه فارسی بنویسن من میتونم سر در بیارم، ولی چون لاتین مینویسن و من انگلیسیم ضعیفه تو این قضیه دخالت نمیکنم. حالا ایشون میتونه مستنداتشو ارائه بده، ما هم در خدمتش هستیم. ژنریک هم جوریم، یعنی این نیستش که من الانم که دارم حرف میزنم با دست و بالم صحبت میکنم و شاید که حتما یکی از ایرادهای من اینه که من مثل خیلی آروم نمیتونم صحبت کنم. این ژنریک من اینجوریم. یکی از دلایلی که آقای مایلکن گفتم من شکایت کردم به خاطر اینکه میخوام فوتبال پاک رو وارد کشورم کنم. ایشون میخواد؟ بله ایشون گفتن. مگه ایشون مواد شوینده است که میخواد فوتبال پاک کنه؟ من قصدم فقط اینه که فوتبال پاک کنم. نمیدونم، ولی اگر ایشون یعنی نقش مواد شوینده رو بازی کنن چجوری میخوان پاک کنن؟ اطلاع نداشتید و خوشبختانه منفی در اومدن. سلام مخلص شما. آقا شما عمل دلخوری، من عمل دلخورم، ولی شما هم دیگه دست بدید. من چرا من دلخورم. منم آدمی نیستم که الکی کسی رو ماچ کنم، اینجا ماچ بوسه کنم برم پشت سر شما من دلخور نیستم. من دلخورم یا علی کوچیکتم مثلا به هر حال فایزتون خداحافظ.